سرخط خبرها: حوثی‌های یمن حملات به پاسخ نخواهد ماند. حملات امریکا به سوریه و عراق. همچنان روسیه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و حمله امریکا به هدف مرتبط با ایران در عراق و سوریه. چرا امریکا برای حمله صبر کرد؟ سلام، وقتتان بخیر. شما بیننده و شنونده از کانال اخبار لحظه به لحظه هستید. امروز 4 فوریه سال 2024 میلادی که مصادف به 15 دی 1402 شمسی می باشد. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، حملات مشترک امریکا و بریتانیا به یمن را تاکید کرده و گفته است که این حملات به پاسخ نخواهد ماند. وی گفته است که هواپیمای امریکا و بریتانیا طی ساعات گذشته 48 حمله هوایی به یمن انجام داده است. آقای سری گفته است که شهرهای صنعا، حدیده، نعز، بیضا، حجه و سعده هدف این حملات بوده اند. و با گزارش خبرگزاری فرانسه، نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات امریکا به سوریه و عراق شده است. دیمیتری پولیانسکی گفته است که ما خواستار برگزار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل در مورد تهدید علیه صلح و امنیت ناشی از حملات امریکا در سوریه و عراق شدیم. روسیه یک از اعضاهای دائمی شورای امنیت و متحد نزدیک ایران است. همچنان عملیات تلافی جانانه امریکا با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران تقریبا یک هفته بعد از حمله پهپادی به پایگاه‌های امریکا در اردن آغاز شد که در آن 3 سرباز امریکایی و 41 کشته شدند. دلیل تأخیر واکنش امریکا چی بود؟